واروخ کنون بزرگتر از یک جماعت است، آن محوری جماعت و پیوندی ملت است. هم چار کوه نیز دیگر چار کوه نیست، آن سنگری بلندی شکوه و شهامت است. امروز هیچ خواجه و حاجی و حجتش بر خاک پای خواجه اعلی نمی رسد. اینجا برای خاک وطن جان سپردند، این است آن غرور که گاها نمی رسد. این مردمی بزرگ به خون عزیز خیش، بر وحدت بزرگ تکانی دوباره داد. این مردمی بزرگ به خون عزیز خیش، بر ملت بزرگ توانی دوباره داد. گر پیشتر برای هوا و غذای پاک می آمدم به اسفر بحری سیاحتش، گر پیشتر برای غذا و هوای پاک می آمدم به اسفر بحری زیارتش، امروز آن مدینه بیت المقدس است، اکنون روم برای طواف و زیارتش. واروخ کنون بزرگتر از یک جماعت است، آن محوری جماعت و پیوندی ملت است. هم چار کوه نیز دیگر چار کوه نیست، آن سنگری بلندی شکوه و شهامت است.